ассалому алайкум, шунавандаҳои гиромӣ. ба таваҷҷӯҳи шумо идомаи силсила гуфтори хонишҳои бадеӣ аз рӯи рамани сегонаи нависандаи халқии Тоҷикистон Ҷалол Икромӣ, духтари Оташ, 12 дарвозаи Бухоро ва тахти Вожгон. шунавандагони арҷманд, акнун ба қироати қисми дуюми рамани сегонаи Ҷалол Икромӣ, 12 дарвозаи Бухоро оғоз менамоем. ҳоло гуфтори якумро аз рӯи ин раман бишнавед. ровӣ Ализода Абдурашид Хоҷамқул. қисми якум. یکی از روزهای اولی تیر ماه، لالی زرین آفتاب به کنار غربی دسترخوان نیلگون آسمان رسیده حرارتش خیلی کم شده بود. از پایان از طرف دریای زرفشان شمالی فاره می‌وزید. یابانی وسیعی که درختان قطاری سنجید، زردآلو و توت آن را به قسمت‌ها جدا می‌کردند. نفسی فارغ بالانه کشیدگی بر این شد. روزی سیرکار و پر از تشویش به آخر می رسید. دهقانها کلند و بیل در دست حیوانات کاری را پیش انداخته به قشلاق برمی گشتند. آنها مانده شدگی، گرسنه و کوفته حال بودند. اکثریت گویا همین ساعت، همین به آخر رسیدن روز را منتظر بودند. هر چیز زودتر از کار دست کشیدند، به سوی قشلاق شتافتند. فقط یک تا دو تاها در آن قطار سید پهلوان با پسرچش هنوز به کار دهقانی خود مشغول بودند. آنهایی که به قشلاق برمی گشتند از پیش پاریزی سید پهلوان گذشته ایستاده او را تبریک می کردند. مانده نشوید پهلوان، پاریزتان آباد. سلامت باشید برادر، می گفت پهلوان و از جویکی به جویکی می گذشت. وقتا که آفتاب فرو رفت و بروی زمین آثار شب نمایان گشت، پهلوان از کار دست کشید و به کنار زمین به پیش توده خربوزه های کنده شده برآمد. خیر بیا بس، گفت وی به پسرش که میرک نان داشت. برای پگاه به بازار بردن همینش هم کفایه. اگر همین را هم فروشی کاری کلان می شود. نصیب، گفت میرک کلان ها برین. در چشمانی سیاهی بادام شکلی وی آتشی امید و آرزو در می گرفت. پگاه نصیب باشد بازارمان آمد می کند. پدر ریشی ماش و برنجی کلوتش را سیله کرده ایستاده به جامه صدیماقی از قلمی دوخته شده پسرش نگران سر جنبانید. کیم دیه؟ خدا میداند، گفت وی. امسال در همه جا خربوزه نقص شدگی. تو بر این به بازاری تیز امید می کردگی ها بسیارند پسرم. لیکن گفت میرک خود باورانه، کلبوری و امیری های ما بر این هیچ کس ندارد. بعد من سحری بر وقت می روم داده، نصیب باشد از همه اول به بازار در آمده همه خربوزه ها را پول کرده بر می گردم. پهلوان ناباورانه سر جنبانده ماند، لیکن میرک خوشحال ناامید نبود. این یک تماشا کنید، لیکن خربوزه هم خربوزه دیه، به خدا که کور هم باشد یک تنگه داده دو تاش را گرفته میبرد. سال و زمانه ها سخت شده ماندگی بچیم، گفت پهلوان اندیشمندانه. در سیمای عاقلانه او علامتی حزن نمایان گشت. آدم ها کم پول و قشاق شده ماندگی.
این وقتها تو میگفتگی کلان خرج ها نیستند. مردم حیران که روزشان را چطور گذرانند. خیر، و بخارا برم چی؟ بخارا گفتم میگردیمی. اولش این که خلق بخارا از خلق کاغان نقص‌تر زندگی ندارد. در اینجا مردی کارهایی، مقصدش کارگرهایی، زوادها و راه آهن به هر حال کم و بیش درآمدی دارند و تینجتر زندگی می کنند. هرچی بری گپ نازده می خرند. ثانی امیر با روسیه دشمن شدن باز گرد و پیش بخارا ناتین شده ماندگی. میگویند که عسکرهای پاشای افغان و شیربچه های امیر که در طرف قشلاق کری و شیربدن استقامت دارند براه گذران روز نشان نمی دهند. خصوصا تو بر این بچه ها را بینند مثل مگس به شیره چسبیده می گیرند. با آنها دست به گریبان شدن هم مشکل، کشته پرت آیند هم کسی گپ زده نمی تواند. همین کاغان خودمان امانی و همین جا برده فروش. خوب شده است داده، به کاغان میبرم، گفت میرک و پس از اندکی فکر کردن پرسید: امیر چگونه با عروس دشمن شده باشده؟ آخر عروسها آدمهای گنده نیکون؟ پسرم، گفت به اطراف چشم دوانده ایستاده سید پهلوان، تو هنوز جوانی، از دنیا خبر نداری، نمیدانی که عروس چی مقصد دارد و امیر چی میخواهد. کلان شوی میفهمی. دنیا داری، خلق پروری، داد و عدل گفتنی گپ ها هست که در زمان ما تخم عنقا شده ماندگی. برای ما فقرا حکومتی عدالت پرور، دادرس و با انصاف لازم است. تکه باشد و شیر دهد میگفتند مردم. و هر حال امیر کاری نقص نکرد. ملاها به وی عقل نشدند. الهی آخری کار به خیر شود. انا حالا خلق بخارا بی گزوار، بی گوگیر، بی روغن لمپه، بی قند و شکر شده ماند. همه این چیزهای ضروری را از روسیه می گرفتیم. انا اکنون نیست. خیریت که در دکانهای کاغان این و آن یافت شده می ایستد و ما می خریم. نباشد در ما هیچ چیز نبود. ما خربوزه داریم، گندم داریم، جواری داریم، گفت به طور خودش پدرش را تسلا داده میرک. ما قرض هم داریم، گفتمان پهلوان. اگر جنگ شود و حریت شود، قرض خواهتان نیست می شود. این را از کجا فهمیدی؟ بچه ها می گویند. پهلوان با تعجب سر جنبانده ماند. داده، ها داده، گفت دقت پهلوان را به خود جلب کرده میرکی محمدانا. بچه ها می گویند که جنگ می شود. راست باشد می؟ خدا می داند، گفت اندیشمندانه پهلوان و علاوه نمود. جنگ شود خونریزی می شود. به گناه یک کس 100 کس کشته می شود. امیر زور باشد یا که عروس؟ به این سؤالی پسرش پهلوان هنوز جواب نداده در آن قریبی آوازی سلفه کردن کسی شنیده شد و بعد خودش از بین تاریکی چون سایه هولانگیز آمده برآمد. البته عروس زور دیه، گفت وی به پدر و پسر نزدیک شده. پهلوان که به قول خودش از ترس یک روز پیشتر زاییده شده بود، این آواز را شنیده و این زاده ظلمت را دیده 1 درجه وهمیده ماند. شخصی آمده از آدمان قشلاق نبود.
و این خیل کسی را پهلوان در این گرد و اطراف ندیده بود. وی مردی بود میان قد، گزگوشت، درازرو و کلوتریش. چشمانی گردهی کلان کلانی وی در تاریکی گویا آتش می پاشیدند. به سر سله‌ای سفید ملایانه بسته شدگی، به تن جامه‌ای نیم داشت از علاچه‌ای کژدمکی بر این متاع، از زیر آن گویا کلوچه و شلوار داشت و به پایش کفش و مسحی بود. قمچینی که در دست داشت خبر از سواره بودنش میداد، لیکن از حالتی کوفته و خسته و بیمدارانه پا دراز کرده بروی پدر و پسر نشسته ماندنش معلوم بود که این مرد خیلی پیاده راه گشته است. آوازش دغل و نافارم، حرکتهایش عصبانی و بیباکانه بود. السلام علیکم، گفت وی پس از نشستن به پهلوان دست دراز کرده. منتظری مهمان نبودید البته. انا خدا مهمان را رسانید. آمین، خیر و برکت دهد. الله اکبر. پهلوان بانو که دست واخوری کرد و آمین گفت. میرک باشد دهنش واز، حیران نشسته مانده بود. من به صحبت شیرینی سری پالیزی شما خلل رسانیدم؟ صحبت شیرینی دهقانی مهنتی غم زندگی می شود برادر، گفت پهلوان. بچه باید پگاه سحر این خربوزه ها را برده فروشد. از ترس زمانه نمید آند به کجا برد. انا بنابران همین سؤال های بیمعنی بچگانه را داده سری کس را گرنگ می کند. از من نترسید هم می شود، گفت با همان بیباکی مردی ناشناس. من واقعا نویس نیستم. من به شما و صحبتی شما کاری ندارم. ناخواست به اختیار سؤالی پسرتان را شنیده مانده شوخی کردم، معذور. و پس از دقیقه خاموشی علاوه نمود. من یک رهگذر هستم، از دور می آیم. از پمران نوکرهای امیر زده گرفتند. خودم به زور گریخته خلاص خوردم و قریب 1-3 سنگ راه پیاده آمدم. این قشلاقی کولی خواک نی؟ کولی خواک؟ مردک آسوده یک نفس گرفت. نعیم تلخ در همین قشلاق زندگی می کند؟ این سؤال شبهه پهلوان را نسبت به مردی ناشناس خیلی افزود، زیرا که نعیم تلخ یکی از شورپوشتان و اوباشان نامی این گرد و اطراف به حساب می رفت. از بس که سخت گپ و تلخ زبان بود، مردم به وی لقبی تلخی را داده اکثریت از وی حذر می کردند. به خانه وی به غیر از دزدان و اوباشان کسی درست مهمان نمی شد. نعیم تلخ خودش بی واسطه دزدی و راهزنی نمی کرد، لیکن به همه شایع بود که وی با دزدان و آدمکشان همدست است و مالهای غارت شده را آب و لای کرده می گردد. این است که این مرد اگر آدمی درست می شد، نعیم تلخ را سراغ نمی کرد. باز خدا می داند. بله، نعیم تلخ در همین قشلاق، گفت پهلوان. شما مهمانی وی می؟ نه، مهمانی چی؟ گفت به مقصدی پهلوان پی بردگی بر این شده مردی ناشناس. من گفتم کو راه گذر شده به اینجا افتاده ماندم، خیلی مانده شدم. در این قشلاق به غیر از نعیم تلخ دیگر شناس ندارم. شب را در خانه وی گذرانیده اولی روز به کاغان روم میگویم. نقص میکنید، گفت پهلوان. نعیم بای آدمی دستگشاد و مهمان دوست است. حولی وی در کوچه کلان از مسجد بالاتر از هر کس پرسید نشان میدهد. استید که، گفت مردی ناشناس،
نعیم تلخ در خانه‌اش یگان مهمان پهمان کو ندارد. نه، بگمان مهمان نداشت کو، گفت پهلوان زودتر از مهمان خلاص شدن خواسته، هرچند که از حوری نعیم خبری نداشت. اگر مهمان داشته باشد هم چی؟ باز یک مهمانی دیگر دیه؟ خیر، گفت به سخنانی پهلوان اهمیت نداده مرد ناشناس. در قشلاق نوکرهای امیر کو نیستند؟ نه، نیستند، گفت پهلوان و به طور قطعی قرار داد که این مرد یگان گریزه یا دزدی مشهور است که اینقدر پرسکاو کرده از نوکرهای امیر حذر می کند. از من شبهه‌ای بیجا نکنید، گفت زود شبهه پهلوان را پی برده مردی ناشناس. من دزد و یا راهزن نیستم. نوکرهای امیر که اسبم را زده گرفتند، اکنون مرا جدید گفته با تهمت حبس کردنشان ممکن. انا از برای همین میپرسم. خیر، پگاه الهی بازارتان آمد کند. الهی آمین، گفت پهلوان. خیر، شنید آخر، دم گیرید. یک تا خربوزه کشم؟ نه، رحمت، گفت مردی ناشناس به زور از جایش خیسته و به سری توده خربوزه نزدیک رفته علاوه نمود. خربوزه نکشیدو، لیکن یک تا از امیری مرحمت کنید. به خانه نعیم گرفته برم. خسیس البته خربوزه ندارم میگوید. گیرید، کدامش معقول شود گیرید. مردی ناشناس یک خربوزه کلان امیری را جدا کرده گرفته به سوی قشلاق روان گشت و دیگر خیر و معذور هم نکرد. پس از رفتنی وی پدر و پسر بروی همدیگر نگاه کردند. دادا، این مردک کی باشد؟ تپانچه دارد؟ تپانچه‌اش را از کجا دیدی محمدانا؟ دیدم، در کیسه شلوارش بود. تسمه‌اش از کتفش از درون جامه گذرانیدگی. خیر باشد بودن گیرد، گفت پهلوان بی پروایانه. این وقتها در دست هر کس تپانچه هست. در بخارا دکانی تپانچه فروشی گشاده شده است میگوید. این تنها در دشت گشتن خوفناک است. خودش کی باشد که تنها در دشت میگردد؟ نشناختم، گفت مختصر کرده پهلوان و از جا برخاست. خیز بچیم، خرت های کرده بیار، خربوزه ها را بار کرده به حوری بریم. بی وقت شده ماند. آچیت پیابیش پخته تیار کردگیست. میرک از آنجا برخاسته به سوی یونوچ قزاری درویده شده رفت و خر را های کرده آورد. بعد پدر و پسر خربوزه ها را به جوال انداخته به خر بار کردند و راه قشلاق را پیش گرفتند. در تمام این فرصت در خیال سید پهلوان یک سؤال جولان میزد. این مرد ناشناس کی باشد؟ و سرش سله‌ای ملایانه، در کیسه شلوارش تپانچه، گپ زدنهایش ملا بچه ها برین، حرکت و رفتارش او باشانه. سید پهلوان در این گرد و پیش این خیل آدم را یاد ندارد. چشمانی پرمه بر این سوراخ کنندش از زیر پیشانه تنگش به آدم که دوخته شدند گویا تمامی اسراری درونی او را فهمیده می گیرند. با وجود آن که هوا تاریک شده می آمد، سیمای این مرد که لبهای تنوک، بینی باریک و راست داشت، در خیال سید پهلوان سخت نقش بسته ماند. وی گمان داشت که پس از 20 سال هم اگر این مرد را در تاریکی بیند میشناسد. یا این کی باشد؟ از کجا به کجا می رفته باشد؟ با نعیم تلخ چی سر و کاری دارد؟ اینها سؤالهایی بودند که سید پهلوان
با وجود زود فهم و زیرک بودنش جواب یافتن نتوانست. فقط امید داشت که روزی دیگر با نعیم تلخ واخورده از حقیقت پی خواهد برد. خصوصا اینکه نعیم تلخ برای درست کردن ملتق شکسته شکاری خود به نزد او باید بیاید. هوا گاوگم شده بود. در آسمانی بی غبار ستاره ها پیدا گشته به زمین چشمک می زدند. دامن افق از طرف کاگان سفیدچه تافته لپیده می ایستاد. گویا که در آن سو سوختاری کلان دوام کرده ایستاده باشد. در صحرا از هر طرف آوازی چرچرک ها، ملخ و حشرات ها بلند گشته، در کلمک های گرد و اطراف قورباغه ها بزم آراسته بودند. وقتی که میرک با پدرش به قشلاق رسیدند، الکی پاده از چرا برگشته، بچه های شوخ قشلاق نیز خانه به خانه شده بودند. در نزد مسجد به آنها صوفی و امام روبرو گشتند که نماز شام را خوانده شده در مسجد را بسته می رفتند. السلام علیکم، گفت سید پهلوان به آنها دست پیش گرفته. و علیکم، گفت امام. ها پهلوان، مانده نشوید. سلامت باشید تقصیر. درکتان نیست؟ خوب دور کم نما شده رفتید؟ امام جدی نگاه کرده گفت: کاروباری این دنیا گفته، راه خانه خدا را هم گم کرده ماندید. گم نکردیم، راهش را میدانم. چی به در نمازخانی مساهله می کنید؟ تقصیر. قهر خدا می آید، به غضبش گرفتار می کند. خدا لک بخش تقصیر، گفت نهایت به جواب سید پهلوان و گذشته رفتن گرفت. امام گریبانش را گرفت و سر جنبانید و دیگر چیزی گفتن نتوانست. اما جواب پدرش به میرک چنان معقول شد که از کمال ذوق خنده کرده فرستاد و یک باره پیش دهانش را با کف دستش گرفت که مبادا به امام سخت رسد. در این دم نعیم تلخ در دست چاینیک و دسترخوان از حولی درون به مهمانخانهش می برآمد و از رنگ و رویش معلوم بود که خیلی خرسند و فرحناک است. در مهمانخانه 7 بالاری وی که گلیم نیم داشت فرش آن را می پوشید و در اطراف کورپچه های دور خانه در پیشگاه 2-3 قبط کورپچه و بالیشت پرتافته و گذاشته شده بود و با یک لمپه 10 آویزه روشن می شد. مهمانش همان مرد ناشناس در دمی دری بالا به بالیشت تکیه کرده می نشست. گوی که از میخوردگی چی فرمودی؟ پرسید مهمان از صاحب خانه. مبادا شوربا نشود که من نمیخورم. شما چی میخواهید مخصوم جان؟ پرسید نعیم تلخ. هر چی خواهید ینگه‌تان پخته میدهد. من گوسپند کشم، گاو و شتر کشم می ارزد. افسوس که گپ کشال نکن نعیم، گفت دلتنگانه آن مرد که مخصوم جان نام گرفت. اگر هیچ چیز نفرموده باشی دسترخوان را مانو رفتگوی که زودتر یک دهان آش پزد، سیر روغن کند. نترس، به هر یک برنجت 10 پلو میخوری. پلو؟ جانم قطی، من خودتان میدانید که از آن خیلی ذاتها نیستم. خصوصا برای شما جانم را دریغ نمیدارم. شما چای خورده شینید، من حاضر. بعد مای پی داشته باشی گرفته برار. مای؟ حیران شده نعیم پرسید و زود علاوه نمود.
جانم قطی. لیکن شما خیر میلش، شما می خورید اگر از تگی زمین باشد هم یافته می برارم. مخصوم جان حیران شد که نعیم تلخ چطور شیرین زبان شده مانده است. یا که لعنتی شبرو یگان خبری نیک را شنیده باشد. آخر پیشتر وی اگر به مهمانهایش آش دهد هم پس از گفتن یک جوال سخنانی تلخ و تند میداد. اما حالا حتی بی گپ و حرف می برآوردنی شد. پس یگان معجزه‌ای باید واقعی گشته و یا واقعی شدنش لازم. مخصوم جان در این فکرها بود که نعیم تلخ در دست شیشه 4 رخه می دستی به میهمان خانه در آمد. دسترخوان را گشاده نان شکست و خربوزه مخصوم جان آوردگی را بریده 3 کاسه کرده ماند و بعد به 2 پیاله می کشیده گفت: خدایا شکر، گیرید، برای صحت و سلامت به دیداری همدیگر رسیدنمان. دیدارت را بابا علی بیند، گفت به دلش مخصوم و همین طور یک سر جنبانید و پیاله پرمی را در کشید. ابروانش قدری چین شدند و به دلش یک حرارتی فرح بخش جاری گشت. نمی پرسی که، گفت مخصوم پیاله را بروی دسترخوان گذاشته، می نوشی را از کجا آموختی؟ من حیران، گفت نعیم، پیشتر به دهان نمی گرفتی؟ پرسم گفتم باز ابا کردم. حاضر هم می خور نیستم، گفت تأکید کرده مخصوم، لیکن امروز می ننوشیدن گناه است. خودت می دانی که من هر کار را خواهم کرده می توانم، می خوری را هم. امروز می خورم پگنی. خودی نیت کردگی برین، گفت نعیم تلخ، این می را پس از آخرین بار در کاغان در ایلچی خانه از همدیگرمان جدا شدنمان آمده انداخته بودم. انا همین روز به شیشه ها برداشتم و شما هم آمده ماندید. خوش کنی گپ زنید، در کجا بودید، چه ها کردید؟ قریب 2 سال باز همدیگر را ندیدیم. نیت نکرده جانت می برآمد بهتر بود، گفت مخصوم جان. کنی ریز از می نیت کردگیت بدتال. نعیم فهمید که سخونش 2 معنا داده تلخ شده رفته است. بنابراین عذر خواسته در حال به پیاله ها می ریخت. برای دور و دورانمان می نوشیم، گفت مخصوم که از پیاله اول کمی سرخوش شده بود. دور و دوران ما، گفت نعیم و پس از پیاله را به سر کشیدن علاوه نمود: کی باشد آخر؟ پگه یا فردا؟ این را دانستمان، گفت مخصوم جان و می را برداشت. شنونده های عزیز، شما گفتاری یکم را از روی رمان 12 دروازه بخارای نویسنده خلقی تاجیکستان جلال اکرامی در قرائت علیزاده عبدالرشید خوجمقل شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی، صدا بردار کریم طالبوف. پایان گفتار از سلسله خوانش بدیعی. شاد باشید.